از جایت نجو. کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی دیگر نداری. به خوبی تسلیم شو. زود باش. نه این رو هم برای من کردیم. با واسطه خواهرم مرا به دام افتادی. بیشرف. آهسته دستانت را با پشت سرت گذار. رویت را به طرف ما گردان. کلتکل است برادر. کاری تو تمام. الکی به آخری بازی رسیده. حتی مرگ تو رو از ما خلاص کردن نمیتواند. سردارم رنگ کینا گفتم. یک چیز رو پرسم. کلتکلس شمی سردار؟ لوینت سفسته نگوی. البته کلتکلس است. یگان کس را جستجو داره کمیسر. یاردم دیم. ای سردارم تقدیر بینیده ما دیگر آدم رو دستگیر کردیم. این زاغیسی از کو؟ ای بیاق سفسته نگوی. یا خدایا در وقت عملیاتم را ویران کردی. کلتکلس آهسته نقابت را برآورده به ما تسلیم شو. با این حیلت از ما خلاصی نداری. چه خیل هیله سردارم. کدام کلتکل است؟ نام من زاغسیا. چه خیل زاغسیا؟ کلتکلس هستی. تسلیم شو. از من چی میخواهید؟ من یگان گناه ندارم. زاغسیا هستم. مردک باره میگه که زاغسیا هستم. همین زاغسیا هست. لوین بی عقلانه گپ نزن. زاغسیا کلتکلس کلتکلس است. زاغسیا نیست. سردارم یک انسان در یک وقت در دو جا بوده میتواند. من 100% گارانتی میتونم که همین زاغسیا است. کلتکلس خواهرش رو میجوید. با نقاب پیش و گجا میآید. یک بو فکر کنید نخو آدمی خب به عقل شد. فکر تمام بکشن دیگه گپ نمیزنم. لیکن شما تمام عمرتون رو در همین ساحه گذراندید. سردارم میگن که هر چند دانا باشی یک بار از آدمی نادان بپرس. نخواه اینقدر توپای باشیده. تو با کی گپ زدی ساده بی عقل؟ با شما. زاغسیا خواهر زنتون نجات داد. خیلی میدونیم که کلتکلس گناهگار است، اما گناهگار بودن زاغسیا را ما نمیدونیم که آخر آدم نقاب پوشیده است گفته. لوینت گپ زیاد نمیکنیم. بازی ما از خودش میپرسیم که او زاغسیا است یا کلتکلس. همینطور کارمون آسان میشود. باز یک دقیقه است. ای برادر. سردار همین نامبر دینه کی؟ لوینت آدم برآمده ایستاده است. اینجا بیایید. زود او را دستگیر کنید. آن در آنجاست. نپرانید. و دوال برایید. اطرافش را احاطه کنید. کلتکلس را زنده میخوام. سردارم بگذار گپش ما راست باشد. این کلتکلس است. اما زاغسیا اش کیست؟ تو با کی بحث کردی ساده ای؟ زود او را دستگیر کن. برا. بچه استایی پالتو را من سعودت خریدم. یگان کار از دستت نمی آید. این دیگه خلچپی بده. گم شو به بالا برا. از جایت نجوم. کلتکلس به طرف ما گرد. کلتکلس این نقابدار مثل خرگوش میگرزی ها؟ عاقبت به دام افتادی. من کلتکلس نیستم. زاغسیا هم. ای برادر من هم میدونم که شما کلتکلس نیستید. دم سردارم را باید گوش کنم. به امرش باید اطاعت کنم. آخه نقابت را برای تو ما فهمیم که کلتکلس هست یا زاغسیا. بکشم و چولکی رای سردارم این سردار ببینه باور بکنه. این سفسته گوی رو بس کن. پری تو هم پر. سردارم در وقت درس تربیت جسمانی فقط 5 میگرفتم. لیکن 5 پولکی بود. پریدن نمیپرم اینه که سیلین بشویم. ادام شال درس تربیت جسمانیت رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدر میکشم بخدا. من اون آدم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کار. نیستو ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را بیاک مرا حمایت کن.
سردارم سردارم خدا جهت رو جنت گرداند. سردارم نابودی خودت ینگه حالی افشید. لوین یاردم ده. سردارم زنده ای. شما رو لوین حاضر نجات بگن. یا بسم الله. اوف لوین خدا جزایت را دهد. سردارم من شما رو از پایتان قبیلم که باز نفتید. شما هم نامردی نکنید باز سرتید. لا اله الا الله. کلتکیلاس. حالا هم کلتکیلاس میگه. من زاغی سیاه. دستم را سرده. اگر سردی هم میافتی. سر ندید کلاس جان. از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است. دستم را سرده. این آدم شما را چیکار کرد؟ مالش این مسئله شما و من چی؟ این را بین حالا هم حیله میکند. کلتکیلاس هستی آکر. دستم را سرده. سردارم فکر خودت رو نکن، از ما رو بکن. آخر ما بسیل نقشه های زیاد داریم. اکای زاغی سیاه بردارش. چرچشم داونت را پوش. خواب کنده. حاضر وقتی گپ زدن است. فکرهایم رو پراکنده کرده. نجوم که سرت رو پاره میکنم. تو همه قدر آدمگری داری کرنمک. سردارم چیکار میکنید؟ این مردک حیاتی ما رو نجات داد. دمت رو گیر. این مسئله من است. زود نقابت رو کش. باز یکم کار دیگر نکنی کی. زود کش. نجوم بر. سردارتون رو میپرونم. چی ایستاده؟ پرانه دورا. پرانه دورا نیسته. نپرانه. سردارم رو میکشن. میرزاوطن سلاحت رو فران. دمت رو گیر. او را پرانه. او را نپرانه. سلاحت رو فرانه. نمیبینید عصبای سردار و حیران شدن. سلاحت رو فرانه. سلاحتون رو فراره. نباشه سردارتون رو میپرونم. من شوخی نمیکنم. او را پرانه. چی ایستاده؟ رفیقان نپرانه. مرا گوش کنید. لوین فرمان ندید. کلاس کجا شد؟ شما خواطر نشوید. من او را دستگیر میکنم. لوین تو را پاره میکنم. در جد نیست زاغی سیاه. از جد نجو. از دست لوین دیوانه خلاص نمیشوید. چشمتا بردار. یک ده خبر سردارم. خبری خوش. زاغی سیاه را دستگیر کردیم در پشت کاروان. زاغی سیاه نیست. وای کلتکیلاس. سردارم شما اگر دروغم گوید حق هستید. کلتکیلاس. باز نگوریزد. من زود میایم. چهار چشمانات رو چار کشا. خواطر نشید سردارم. پنجم شام میکشم. گوش کن دوستم. تو یک آدم خوب هستی. مانندی سردارت آدم بیفهم نیستی که بچه سخالات از سنجیده گپ زن. مالش. اما تو یک آدم با فهم هستی. بیا بحث نمیکنیم. سردارت این راحت تو نمیدوند. گوش کن. من با تو همه حادثه ها رو میفهمونم. پیش از با اینجا آمدن یک کس به من زنگ زده گفت که با یک کس یاردم لازم بود است. احتمال کلان است که او کلتکیلاس بود. یعنی هیچ خیلی که معلوم است او مرا بدام افتاند. من کلتکیلاس نیستم. زاغی سیاه هم. نجوم اگر یک قدم دیگر زنی تو را پارا میکنم. گوش کن. با یک شخصی که مقصدش به همه انسان ها یاردم دادن است تو او را نمیبخشی. پیشتر چه خیلی گفتی من چه خیلی آدم هستم؟ تو در اصل آدمی خوب هستی اما برای این را فهمیدن وقت در کار. نه برای این را فهمیدن وقت در کار نیست. انا بین شخصی که حیاتی تو رو نجات داد حیاتش رو سیاه نمیکنی برادرم. یک فکر کن. راست میگوی آخر. تو حیات من رو نجات دادی. من هم باید یکم فکر کنم. تو رو سر میدیم زاغی سیاه. اما یک بار دیگر از پیش من نبرا. حالا بیرم نابود شم. زود
برادر یک شدیم. دست ویدانی زاغ سیاه. کالتاکل از کجا شد؟ سردارم کالتاکل از گریخته، اما کمی دیگر مان او دیگر روی گریز ندارد. دستگیر کردنی و دک کردو شد. ای احمق دیوانه ای چور چشمت، تو اینقدر گپ رو از کجا میابی ها؟ تو مگر از مادر چپ تولد شده ای؟ احمق دیوانه گریخته رفت که بفهم این کالتاکل از نید زاغی سیاه است. کیست نمیدانم. دیوانه وقت تو بر این دیوانه همراه ما باشد البته ما او رو از دست میدیم. سردارم در پیش بچه ها بسیار داد نزن. عیبه روید او را دستگیر کنید زود باشه. ای دست خودش خوب نمیه و دیگر را داد میزنه. ای بچه تو چی گفتی؟ در بیابانه نمخت. چی شد خواهر از رو دیدی؟ نه ندیدم. اون زنده بودنم رو میدوند. او ما رو بادام افتان نبود. با خدا بگو خواهرم رو استفاده برده ما رو بادام افتان نبود. آف به شرفه برای این خواهرت رو استفاده برده است نه؟ مایلش خیلی دیگر انسان میبود دیگر نخواد باجرش رو استفاده برد. باجه نگوی شوکت، به همین هم عصبم بیرون است. قیس انگلیت بگو شوکت لیکن به هر حال میگوی خواهرت رو یافتن برادر؟ نمیدونم شوکت، باور کن نمیدونم برادر، اما برای این رو فهمیدن همه چیزم رو میدیم. همه چیزم رو ای نفهمیدیم ده. کاش که من همه اومدم برادر. باز اونها زنده بودن تو رو فهمیده. سوختیم برادر سوختیم در حقیقت. نه نقاب زاغ سیاه رو پوشیده بودم مرا نشناخت، لیکن بسیار شبهه کرد. مرا گوش کن یک چند روز تو خودت رو نشان نده او باز از قفوی ما میشود. گم نیست برادر. خورد و خوراک رو بیار از همینجا یگان جا نمیبرایم. او نه زهرا چرا داد میزنی تو سیلینا؟ خوش تو در کجاست؟ فکر اون زاغی سیاه رو داریم؟ نه چه ها میگوی تو؟ مگر من دوستی از همه نزدیکم رو نمیشناسم. معلوم است که در باره آدم نقابدار فکر داری. بسیار معلوم است. زهرا من با تو چیکار میکنم؟ سیلین چی کار کنم آخر از خاطر برآوردن نمیتوانم. آدم ها میگویند که در بینمان راه دو برق شده است. بسیار خنده آور بود برایم. حالم را بین، به حال خنده آور گرفتار شدم. با آدمی که هیچ گاه ندیده بودمش در بینمان آنقدر پیوستگی وجود دارد که آن آدم کی باشد؟ خیر دانستی چیکار میکنی؟ خودت رو گم کرده ای. به خدا سیلی یکی در حقیقت دوستش دارم. چی؟ زهرا سفسطه نگویی چه علاقه دارد؟ شاید او رو دیگر نمیبینی. خدای توبه. زهرایم را چرا میزنی گفته است. از دو سنخلی پرسیده است. زهرایم را گفته است. زهرایم را کی بود است؟ کی؟ تو را از کجا میشناسد؟ روز بخیر عزیزم. روز بخیر سیلی. کی است تو؟ من هم از تو همین را پرسیدم میخواستم. به خدا من نمیدونم زهرا، یعنی در این باره فکر نکن. ساخته هم باشد تو با داملو اویلدار میشوی. عقلت رو کار فرمان. چی کار کنم سیلین؟ این کار در دستی من نیست گفته ایستادم. خیر میلش یکی در حقیقت عاشق شوم با یک آدمی که او رو نمیشناسم. اویلدار هم میشوم. ساخته هم باشد آخر داملو زیر شوهرم میشود. با چی کار میکنم؟ شوهر دارم گفته عشقم رو در دلم پنهان کنم. میلش برای بابیم پنهان میکنم. طاقت میکنم مشکل نیست. اما بعد این بازی بسیار تر مشکل نمیشود مگر؟ ای بس از زهرا، حالم بد شده است. یعنی بعد اونی که تو به زاغی سیاه دل بستی تو بسیار تغییر یافتی. زهرا جان گوش کن، عقلت رو خوب کار فرمان. توبه زاغی سیاه بوده است. زاغی سیاه هست آخر.
ملیس دخترم امروز یگان نقشه داری؟ رفته گلها رو بینم یگان گل میخرم. آفرین دخترم آفرین. گلها رو بین، سیر و گشت کن، بعد آمده در خانه بشین مانند دختران تیاره خور. ای مادر جان چی کار کنم؟ در کوچه ها گردم؟ نه عزیزم در کوچه ها نگرد، همه وقت در خانه بشین. بعد گریه کردن میشنی در خانه موندم گفتن. ای مادر ای مادر دروغ است مگر؟ گوش کن یا در خانه میمونی یا اینکه به مانند زهرا یگان دامولای ناموافق را یافته تو را هم خانه دار میکنم دخترم. تولین بجا با دختر سر کار نگیر. سر و کار نمیگرفتم. چه خیلی آدمی ناموافق بوده است دامولازیا؟ چه خیلی موافق است پدر جان؟ یک آدمی ناموافق است. تو دعا و طلب کن که خداوند به ملیس مانند دامولا یک شوهر خوب نصیب کند. ای خدا نشانه دهد. ای مادر جان چی کار میکنید؟ گوشم رو کندیده؟ گوش کنید، دیگر درباره دامولازیا یگان گپی منفی شنیدن نمیخواهم. دامولازیا شوهر شونده زهرا و داماد یگانه من است. این را قبول کنید. البته پدر جان با شما چه خیلی که معقول باشد. زهرا قسمتش را یافت، خدا نصیب کند. اگر تو به این کار دست نزنی خدا نصیب میکند، غم نخور. چی دست زنم پدر جان؟ خواسته زهرا خودش حقیقت تلخ است. امیدوارم که نکاح به خوبی انجام یابد. از این لحظه اعتباراً به آیله دار شدن زهرا و دامولازیا هیچ کس مانع شدن نمیتواند. سر عشق از سر مرگ بزرگتر است. من در چشم آنها سر این عشق را دیدم. بابا جون عزیزم دخترم اکنون این کار را دور و دراز نکنید. نمیدانم چی کار میکنید نمیکنید. این کار را زود حل کنید اکنون. خوب راست میگویید بابا جون. راست میگویید میگویی و چرا یگان کار نمیکنید؟ این را نمیفهمم. این کار دور و دراز دوام کرد. من با دامولازیا صحبت کردن میخواهم. مرا نگاه کن زهرا، یا اینکه دامولازیا تو را دوانده ایستاده است؟ نه بابا جان مگر این خیل میشود؟ چرا میدوانده است؟ من هم در اصل از دامولازیا این کارها انتظار میستم. پس چرا این خیل شده ایستاده است؟ یا که تو به او وزینی کرده ایستاده؟ نه بابا جان نه. آن زمان چرا اینقدر دیر دوام کرد؟ بابا جان در اصل زهرا بسیار میخواهد که هر چیز زودتر این خورسندی آغاز شود. لباس عروسیش رو هم تیار کرده است. خورسندی زود سر شود. بخواستن میخواهد و تیاریتان معلوم نیست. بابا جان میدونید که خودتان اول حادثه چقدر بعد ربوده شدن من چون این حادثه ها رو خداد از پی این کارها شدیم توی فراموش شد. گپ نیست. من گپایم را گفتم. امروز من میمان خانه را خالی میکنم. اکنون با خواست خودتان آرایش میدهید. میمان خانه؟ ها؟ فکر کردم که بعد توی در آنجا زندگی میکنید. فروغ چندین سال ها ما برای مهمان خانه با او گپ زدیم. اما بینه به زهرا میدهد. تمام عزیزم حالا جای کم نیست. بعد گپ میزنیم. بعد گپ میزنیم. از تقدیمات نمک لاباشیف گوش کن. آن زن شونده دامولازیا زهرا خانم چیکار میکند؟ کجا میرود میدانی؟ چیزی که من میدونم آرایشگری داخلی خانه است. یک آفیس هم دارد. یعنی میدانی؟ اوه زرگو بچه خانی شما چقدر بود کو با خارجه گریخت. یک وقتا با زهرا همکاری میکرده است. چی ها میگوی تو ها؟ این خیل باشد با زیارت خانم زهرا میرویم. شاید که یگان کاری را انجام دیم. اگر کارمون آمد کنن خیلی خوب اکا میشه. بخت و عجوی بودم شما زهرا را در سرتون میزنی؟
ای نمک، تو چی اینقدر بفهمی ها؟ یک عقلت رو کار فرمایی که برای چی او لازم است؟ ای بفهم ما از قفای کی هستیم ها؟ زاغ سیاه؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه چه جوری سستی دارد ها؟ زهرا. پس اگر به خانم زهرا نزدیک شویم به زاغ سیاه نزدیک میشویم یا نمیشویم؟ بله درست است. آفرین پسری بفهم، آفرین. زود رفته تیاری بین، به زیارت خانم زهرا می رویم. طفلاتو نبوشو. زود. این همیک پیش از مردن من آدم شود خوب است. حضرت در کجا میگردید؟ بخیر است آقای خلیل. فاتحه یا نکاح؟ نه داملو جان، توی سنتی است. چچولبوریه. با توی سنتی دعوت؟ همینش نمیرسید. من کیو توی سنتی چی یا خدایا؟ اکنون چیکار کنم؟ هجری در اینجاست؟ نه نمیدونم داملو. چرا میپرسید؟ نه هیچ چیزی نه. هجری میبود بسیار خوب میشد. داملا خانه اما نزدیک است. مرحمت. اگر نزدیک باشد مشکلی نیست. میرویم. این رو بین قیامت به سرم اومده. خانم زیبا مرحمت کنید گل. مثل این گل پاک و به آلایش بودید خانم. در بوی دوخیت آب و ادا شدم عزیزی دل. سمی مثل صدبرگ یاسمن لاله باز چی؟ بمانند همان گل‌های میباشی که در درون خانه در درون کتیل. راست سمی هیچ عوض نشده ای؟ تو هم همین خیلی دختر. ناگهان تو از کجا بر اومدی؟ ای وای بابایم بیمار است برای همین اومدی؟ بله شنیدم و دویده آمدم. دلم ناراحت شد. بیا رفتیم به خانه داریم. بیا رفتیم. عزیزم دستت درد رو نمی ارزد با اشتیایتون. اوف سلیم بابایم در مسئله توی جدی است. در حقیقت این رو فهمیده گیر زورو جون. تو این خیل شدنش رو میدونستی. این رو فراموش نکن که با داملوزیو برای فاتحه ساختن برای ازدواج ساخته مصلحت کرده بودی. میدونم سلین جان فراموش نکردم. فاتحه و نکاح گفته فکر کردم که اصل این مشکل میبریم. اوف دلم از همه این بازی ها ایسا مونده شده است. زورو جان اگر خواهی از این کار دست کشیم چی میگوی تو؟ سفسته نگوی سلین. اومدی گپ رو گفتم. هیچ گپ نه. بعد از زیده شدنم این کارها بسیار هم مشکل شده است. شریکی ها با چقدر هم از بین رفت. باید به خودمان یکم شریک نو جستجو کنیم. راست میگوی زورو هرچی زودتر باید به این کار دست زنیم. اما که اکرم چون شنیدم که بیمار شده اید زود به زیارت شما اومدم. در این دنیا بغیر از شما هیچ کس ندارم آخر. اما که اکرم سلامت باش پسرم. سلامت. مرا خرسند کردید. چرا به من خبر ندادید؟ سمی جان شکر خدا همه چیزای لازمه رو برای پدرم کردیم. یعنی بعد تو زنگ زده تو را غمگین کردن نخواسته. ای سمی جان اونقدر کاربارت رو پرتافته چرا به اینجا آمدی؟ یعنی این چی خیل گپ؟
вақте ки амаки акрам бемор аст ман дар он ҷо чӣ хелистам дар ин дунё ягона пуштибони ман кист кани гӯяд аз барои худо ман ҳис кардам амаки акрам ман шуморо якчанд маротиба дар хобам дидам фикр накун маро ҳам мегирёнӣ накун ба ман диҳед ташаккури зиёд гиред амакҷон гиред офарин чӣ хел писари бо эҳтиром бо виқор аст а ташаккур саломат бошед кани гап зан то ин вақт чӣ кор кардӣ вақт зиёд шуд ки занг зада аз ҳолам напурсидӣ ба худо ки рост мегӯед рост аст маро бубахшед лекин шумо маро медонед вақте ки гап дар бораи кор меравад намедонам агар ман ҳам замони шифтаи кор будам бовар кунед ҳама вақт шумо дар ёдам будед самиҷон ту кай омадӣ чӣ қадар шуд ки ту дар ин ҷоӣ ман ҳамин саҳар омадам ва давон ба зиёрати амаки акрамам омадам бисёр миннат дорам ташаккури зиёд ҳатто фурсат наёфтам ки либосҳоямро дар меҳмонхона бизорам чӣ хел меҳмонхона ту ин ҷо меояву ман туро ба меҳмонхона равон мекардам а ин намешавад не раҳмат дар ҳақиқат дар ин ҷо якчанд рӯз бо мо мемонӣ меҳмонхона намешавад дар ин ҷо мемонӣ тамом охир ин ҷо ҳам хонаи туст не раҳмати калон амак самиҷон дар ин ҷо як хонаи калон мондагӣ меҳмонхонаро чӣ кор мекунӣ ва туро ҳам ёд кардем ҳамин хел не мелис бале ёд кардем ташаккури зиёд ман намехоҳам ки ба шумо вазини биёрам ман пешакӣ дар меҳмонхона ҷой гирифтаам чӣ хел вазини писарам як хонаи калон ба ҳамаамон басӣ мекунад ба меҳмонхона намеравӣ писарам тамом охир боз мегӯям шунидан намехоҳам ту дар ин ҷо меҳмонӣ рад накун тамом ман чӣ хел гапи шуморо рад кунам амак ташаккури зиёд дар ҳақиқат баъди солҳои тӯлонӣ шумо боз ба ман меҳрубонӣ кардед ман ҳам ваъда медиҳам ки то сеҳат шудани амаки акрам ба ҳеҷ куҷо намеравам ҳалолат буд принсесса дар куҷост зӯҳроро мепурсӣ ҳеҷ напурс самиҷон ба сарамон чӣ фалокатҳо омад зӯҳроро фотиҳа кардем бо кӣ ба одами бегона нарафтем бо домулои маҳалла бо домулои маҳалла чӣ хел кадом домуло домулои масҷид шӯхӣ мекунед не шояд нодуруст фаҳмидед зӯҳроро мепурсам ҳа дуруст модарам ҳам ҳаминро мегӯяд мо ҳам намедонем гирья кунем ханда кунем чӣ хел шудани ин коро нафаҳмидем амаки акрам инҳо чӣ мегӯяд сами аз ту як чиз мепурсам ва ту бемор будани маро кӣ гуфт чӣ гуфта буд зӯҳро бо домулои масҷид ман нафаҳмидам бас бисёр аҷоиб ин чӣ хел мешавад домуло одаморо бина ина домуло ҷо ина миҷай ҳамаи маҳалла меояд ду дег ош задем хуш бошед ба роҳат бошед дар ин вақт магар туи суннатӣ мешавад вақти дарс туи суннатӣ дар вақти таътил мешавад ба дарс нарафтан гуноҳ аст кӯдакои маҳаллаи мо чун тез дароз мешавад гуфтем ба ҳамин сабукӣ дастшона ҳалол кунем чаро ин қадар саррасимоед калон кишид мебарем сар мекунед домуло чиро дуохониро ҳиҷрӣ куҷост намедонам ман як кӯдаконро бинам бо онҳо суҳбат кунам баъд дуохонӣ мекунем марҳамат домуло марҳамат ассалому алайкум салом саронам маро бо кӯдакон танҳо мегузаштед маълум ин кори мушкил аст аз онҳо каме тарсро гум кунам шумо ба берун бароед майл аст домуло сар мекунам домуло омад чучуламонро мебурам бисёр дард мекунад чучуи моро якум бор мебурам аз куҷо медонед уф ман метарсам кошки духтар мешудам биёед мегурезем ба куҷо мегурезем ягон ҷои гурез нест рост мегӯед писаронам шуморо иҳота кардам метарсед албатта ки метарсед вақте ки дар хурдӣ
مرا هم بریدن بسیار ترسیده بودم. باز بسیار درد میکند. بعد از سنتی شدن شلوار میپوشی، همه دخترها با تو میخندن. عروسو میخنده. البته کسی جانش رو دوست میدارد گریزد بچه ها. من حالا هم دردش را فراموش نکردم. بعضی وقت با یادم اگر بیاید از جایم پریده میخیزم. داملا اشمورم بریدم. بچه ها چی حالا هم ایستاده اید؟ من با جای شما میبودم یک دقیقه نمی ایستادم. زود از اینجا گریزید. گوش کنید، باز نگوید که من گفتم. ایلش کنی گریزید. این به ناموس ها رو بین بگفتی من هم اینها از اینجا گریختنی بودم. گم شوید. با کودکان گپ زدم. صاحب توی شمایی؟ منم. خواطر نشوید، کمی ترسیده شده بودند اما گپ زدم خط کردند. حاضر مانند پیشینه دردناک نیست، یعنی تیپ پیشرفته است. یعنی خوبند، یعنی تیارند. دوملا مرحمت یک دعا میخونده. ها دعا خونه هجری در اینجا نیست مگر؟ اینه دوملا. نه اکنون کودکو گریختن. خدا تابا بچه ها چخیل گریختن؟ آنها چخیل گریختن؟ بچه ها در کجا است شما؟ یا خدایا در کجا باشم؟ ها استاد هجری تو در کجا میگردی؟ استاد یک سوال چند روشید که در دلم است. استاد بسیار میخوام که اون سوال را شما پرسم. یک از استاد من با تو سوال دارم. مرحمت پرسید. تو دعا خوانده میتوانی؟ بله استاد. گوش کن، در کجا میگردی؟ انا بین از پشت تو بچه ها گریختن. راه درون خانه رو برای دعا خانه تیار کن. مایلش این بچه ها گریختن. من یک بینم کنی خواطر شدم. ثواب این کودکان را میگیری. راه استاد شما پروا نکنید، حال میکنید. بچه ها هجری چوکد است؟ هیچ چیز تو سود خوندم. کودکا گریختن بخی بکشم. بله شما گفتن گردکه خرید استاد برا گفت که دعا خونه من دعا میخوام. مرحمت. خانم زورو به نزدتون یک مهمون آمده است. کی بوده است؟ نمیدونم، میخواهد با شما همکاری کند. گوی درویت. مایلش. مرحمت. تشکری زیاد. شما با کدوم روی به اینجا می آیید؟ خانم زهرا، شما شخصانی که برای کار به نزدتان میآیند همین خیل پیشواز میگیرید. این خیل نمیشود؟ با شما واخوری درباره کار؟ در حال اینجا رو ترک کنید، در حال. خانم زهرا، من تنها برای کار به اینجا آمدم و هم در این کار به حیثیت دادن نشوید عزیزم. آیا شما چه گفتنتان رو میدانید؟ شخصی که مرا دزدیده است با شما کار کرده است. حالا باشد مانند آنی که هیچ چیز نشده است با من میخواهید که درباره کار گپ زنید. شما راست میگوید، کمی نافهمی سر زد. چنگیز گرچند آدمی من باشد لیکن از روی قانون جزایش رو گرفته به حبس رفتید. من حالا رفته به سری وی پراندن نمیتوانم. آخر راستی به شما دیگر باور ندارم. وقتی عذر پرسیدنتان هم تهدید کرده ایستادید. توبه یا خدا. من شخصی که به فاتح شده داملا زیا بر این انسان محترم را تهدید میکند زندگیش را برباد میدیم. البته برای همین به داملا زیا در بین محله سلاح دراز کردید. این خیل نکنید خانم زهرا. من بعضی مشکلی ها دارم، یعنی کمی ناراحتم. میدانید من برای آن کار عذر پرسیدم. ما با داملا زیا یگان مشکلی نداریم. اون مرا حرمت میکند، من هم او را، و هم این همکاری ما خواه و ناخواه این خصومت را از بین میبرد. من فقط برای همین آمدم. در بین من و شما چگونه همکاری شده میتواند؟ شما معمار هستید خانم زهرا. من باشم باید یک چند انشاءات بنیاد کنم و هم با همسری داملا زیا همکاری کردن برای من افتخار است. اما من با شما همکاری کردن نمیخواهم. نفهمیدم. ببخشید. این خیل باشد
من با شما همکاری کردن نه میخواهم. آخران گپتان همین. از شما خواهش میکنم که این را یک بار دیگر فکر کنید لطفاً. خواهش میکنم. این دیوانه است. چی است؟ اکا چی شد؟ آنقدر خوب نگذشت. آخر دختر را دزدیدیم کو. گپ نمیشود، لیکن من حل میکنم. ما این کارا نمیپرتایم اگر گوش کن، اگر نشود من پیشکی میگویم که یگانه شخصی گناهکار آن دامولوزیا میباشد. رفته او را سرزنش کن مرانه. روتسیا مگر دامولا را جنگ میکنند ها؟ تو چه خیل آدم هستی؟ دامولوزیا با تو چی کار کرده است که این قدر به او چسبیده ای؟ اکا گوش کن، دامولوزیا بسیار آدم هیله‌کار است. باز نگوی که نگفتی. اگر بار دیگر در باره دامولوزیا یگان چیز گویی بی زبان میشوی. تشکر. روز بخیر. این دختر کجا شد؟ کدام دختر؟ دختر رفته که؟ نامش چی بود؟ چه نامه که؟ بسیار مانند است. با کی مانند است؟ با عشق اولینم بسیار مانند است. کینای این دیسکی سر شیده که تقدیر مرا با آن دوره میبرد نمیک. تقدیر؟ کدام دوره؟ این چی کار است؟ صحیفه عشق آخر ندارد. نمیک کسی که با من خیانت میکند با او نشان میدم. در جایم ایستاده نمیتوانم. او دیوانه تیار است. تو کی هستی که به من کار پیشنهاد میکنی ها؟ این چی بی حرمتی است سلیم ها؟ زورا جان بگو چی گفت آخر؟ میدانی چی میگوید او؟ این از روی احترام و حرمتی دامولوزیا بوده است. این مگر ممکن است ها؟ عزیزم چرا عصبی میشوی؟ قبول نکردی که فراموش کن. من رود راحت باش. من به بیروگی و عصبی میشوم. بابایم زنگ میزند. آخر این چه خیل میشود؟ لبای بابا جان. زهرا حالا کارهای ادارت را پرداخته؟ سیلین را هم گرفته؟ در حال به خانه می آید. به تو یک سورپریز دارم. بابا جان راستی شما مرا خواطر میکنید. سورپریز گفته نمی شود. آمدی خودت میبینی. میلش خیر بابا جان میایم. تمام بابا جان. میلش بای بای. چی شد؟ در خانه یک سورپریز داشته است. یا خدا چه خیلی سورپریز؟ نمیدونم، لیکن بابایم سورپریز که گوید انیق سورپریزی هست. میدونی آخرون سورپریز گفتنش رسمی مادرم رو آورده بود. خدا جان چی باشد؟ چه خیلی سورپریز باشد؟ رویم میبینیم با چشمانمون که سورپریز چیست. در اصل شما یک کس شده میتوانید. گپ زنید، شر ندارید. گپ نمیزنید؟ من میدونم چه خیلی شما را به گپ درارم. شما را نابود میسازم. جواب دهید احمقا. جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید. او نه، چی کار میکنی به خدای؟ بله وینتی دیوانم شدم ها؟ نه حالم خوب نیست، هیچ خوب نیستم. این دیوانه سهر نامد.
چرا خواطر شوم که از پی کار خودت شو؟ ای پسر از خفای کاری خودت شو. شیف ممکنه؟ باز آواز لوند رو شنیدم. نه حالم خوب نیست، حالم خوب نیست. ای خدا این درد از من سردارم. دیوانه تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا به آواز میداره چارچشمه؟ سردارم چی خیلی به آواز؟ من آوازو دا بودم کن. سردارم جین دارین خود به خود گپ میزنه؟ کی خود به خودش گپ میزند؟ سردارم شما ما رو خودتون نفهمید، لیکن پیش اگه دنبالا رفته خودتون رو دعا خونید. اگر با دوست کم و نظر افکنیم فکر شما حالا هم در باره زوغیسیا و کلتکیلس است. فکر میکنید که آنها یک آدم هستند، لیکن خواطر نشوید، من در این باره به شما کمک میکنم. اگر ما به نوشته های شما نظر کنیم از این بر میآید که سردار زوغیسیا و کلتکیلس جوره های جانی هستند. بله همین طور است. خلاص گپی که اکای کلتکیلس زوغیسیا رو با آنجا برای حل کردن کارش فرستاد. چی یعنی تو همچون یک پلیس در رفت قانع شدی؟ با خدا آفرین. کلتکیلس این آدم را به اینجا چی خیل فرستاد هیچ نپرس. اما در اینجا سردارم در تگی دیگچه است. شوکت رو فراموش کردید سردارم؟ خوش چرا؟ چون که شوکت یگانه دوست جانی کلتکیلس است. میگوید که دوست آن باشد که را دستی داشت. نمیره خودت میتونی سفسطه نگوی لوین. سردارم با فکر من زوغیسیا رو هم شوکت یافت. شوکت فکر نمیکنم. سردارم به خاطر اثبات کردن این کار از شما خواهش میکنم اجازه ده شوکت رو تعقیب کن. مایلش لوین تعقیب کن، اما احتیاط نما که خودت رو به او معلوم نکنی. گوش کن، حالا نمیداند که کلتکیلس رو جستجو دارم. اگر فهمد از من جدا میشه. خاطر نشه سردارم، در این باره سر میدیم و سیر نمیدیم. عزیزم تو خولی؟ البته عزیزم، خوش آمدی. خوش باشید. سازی لوین؟ خوبم یگه، شما خوب هستید. من یک بیرون برایم. شما در اینجا چی کاری که میکنید؟ توکل بر خدا. جونکم مرحمت شین. بخیر است عزیزم؟ بخرید کنی بر اومدی؟ نه، با نزد دکتر باید رویم گفتم. عزیزم تو این وقت همه طبابت رو سنجیدیم. حامله دار نمیشه، بسیار غمگین میشه. نه، این دیگر طبابت تماما اصول دیگر است. نپناو از اینترنت هم کافت و کاپ کردم. بسیاری اویله ها توصیه میدهند. مایلش، لیکن با یک شرط به من وعده ده. اگر حامله دار نشوی غمگین نمیشه. مایلش عزیزم، وعده میدهم. من تیارم. نباشد رفته. همسری عزیزم. جانکم بیا رفته. زورا جون چقدر که به خونه نزدیک میشویم هیجانم زیاد میشود. قریب رسیدیم، کمی دیگر من صبر کن. عجب و سورپرایز چی باشد؟ به خدا من هم بسیار در هیجان هستم سلیم. خر میبینی؟ میبینی؟ دگونه جون من. خوب که تو هستی در پهلوی. خوب است که تو هستی در پهلوی من. جونکم این چه خیل طبابت من هیچ نمیفهمم. آنالیز داده بر آمده. تمام آخر از روی تحلیل ها چه خیل طبابت کردنشون رو قرار میدهند. نتیجهش کی می بر آمده است؟ در دوام 2-3 روز میباید گفتم. مایلش میبینیم جونم. هیونال ما هم صاحب کودک میشویم. مرا به خانه بابایم میبری؟ سمی اومده است. او را یک بینم. سمی؟ امان پسری که در توی ما مست شده با زهرا تکلیف خانه‌داری کرده بود. بله، چقدر ناجا بود. اوف. در حقیقت بسیار ناجا رفتار کرده بود. خوب در آن توی داماد من بوده. لیکن پسری خوب است. من او را نقص میبینم. او در وقتی مکتبی هم با زهرا دل بسته بود. نخواد. لیکن با یک دیگر موافق بودند. حاله زهرا حالا با دیگر کس در فوتی است.
ها البته که این خیلو کاشی کمی بر وقتتر می اومد گرچنده که دیر نمانده است حالا هم نکوه نکردند آنها. بله چی آخر جانم پسری میدونستگی و میشناختگی همون چی خوب میشد میگویم فقط علاوه بر این هنگام شناسانیدن راحت میکردیم. آیا میدانی؟ حالا مانند طولین گپ میزنی. من مانند طولین گپ زدم. سرت کار نمیکند اونم سرت کار نمیکند. اگر این کاری ما رو بیند خبر کشی میکند. انیق کار نمیکند. مادر چیکار میکنید؟ چرا این لباس رو برآوردی؟ بگو در وقت شام این رو میپوشم. لباسی پوشیدن چه عیب دارد؟ یعنی این هم زیبا و از کجا دانم لباس نبود تازه، لیکن این رو بین یعنی بسیار خوب در چشم توپد. مادر این لباس زیبا رو در خونه چیکار میکنم؟ با بیرون نمیبرایم کو؟ با آینه نظر کن. چی رو میبینی؟ خودم رو. لیکن من تو رو نمیبینم. تو این نیستی، یعنی نور چشمانت گم شدند، رنگی رویت پریده است. راست میگوید؟ در حقیقت ملیس جان تو این نیستی، بسیار تغییر یافتی، خودت رو از دست دادی. یک کمک مکیاژ کن، خودت رو آرام و تارو دی. این لباس رو پوش، همه من داریم، خودمان تنها نیستی. راست میگوید؟ البته دخترم. خیر میلش نباشد با این لباس لب سرخونکی سرخ کنم یا اینکه گلابی سرخ جاذبه دار شو، زیباییت رو آشکار نما. هیچ کس چشمش رو کنده نتواند، خصوصا سمی. اما سمی در مکتب با من اونقدر خوب نظر نمیکرد، زهرا رو ناز میدید. اوه اون دوره گذشته رفت. یعنی زهرا علاقه فاتحه شده است. باز سمی در اون دوره کودک بود، حالا باشد آدمی برکمال، ذوق‌هایش هم تغییر یافتند. همین خیل؟ البته همین خیل. گوش کن، خودت رو خوب آراده میلش، لباست رو هم پوش، بعد میبینی سمی چشمانش رو از تو کنده نمیده. میلش زود. دختران زیبا خوش آمدید. سمی سلام، خوب هستید؟ جانم این چی سرپریزی زیبا؟ سلام اپای حاله جانم خوب هستی؟ در کجایی تو؟ این رو بین حتی زنگ نزده بر اومده است. این رو بینه بعد از سالهای طولانی اومده. سالها گذشته اما شما هیچ عوض نشدیده، حالا هم مانندی راهزنهای بیرانکاری میکنید. چند کس رو بودید گپ زدید؟ ای سمی بسیار شوخ شده ای، مگر ما وقتی روزنی داریم؟ کمی سین سالمون رفت. نه امانه اگر کمی ساله که شما رفته باشد من رو روز به خونه پیرون سالها برم. تو هم بسیار خوب مینمایی، باز هم زیباتر شده ای. تشکری زیاد. زیباتر شده است تو؟ کمی بی‌وفا شده است. قریب چند سال می شود که زنگ نزده است. این را بینا گویا که تو زنگ زده پرسیدی. خوبیا که یادت کردم. ایناش باز کیست؟ باید حتما اسکندر را پیدا کنم بفهمم که فاتحه شده ای؟ زود خبر رو دادن گویا؟ این رو باید نمیگفتن مگر؟ چه خیلی عشق کارش رو کرد؟ باورم نمی آید، من در حیرتم. تو و دامالای مسجد چشمونم باور نمی کند. این چی خیلی خبره؟ نامش رو گیر و گوشش رو کش. بیا زیا جان با دوستم شناس کنم تو رو. سمی شفر شونده هم زیا. ممنون. من هم زیا جان لبای جانم باز به نماز دیر نمونی، بعدن آمده خوبتر با این کس شناس می شوی.
بله بله ما بعدا بخورده شناس میشم. خداحافظ. تا بازدید. تا بازدید جانم. زهرا لبای با این دختر نگر حالا هم خراب است. در روزی قوق سمی شوخی نکن. توبه توبه. لیکن در دهانی در استادیم بیایید در اومده یگان چیزی گرم خوریم و گرم شویم. شوخی ها رو بینیده هممون رو سرما میزند. دامولا صحبت کنیم این چه خیر شد که شد. زورو جون او در مکتب بسیار هم زیبا بود. حالا باشد گویا تغییر یافته است. عوض شده است. خدا به خواستش نصیب کنه سرین جان. اون وقت تو با او بسیار مشغول بودی. بعضا یک جای هم میگشتید. سرستا نگوی سرین جان چه خیلی میگشتیم. تنها یک برگه قهوه نوشیدیم بود تمام اون وقت هم کده بودیم. بیا به خانه درویم. رفتیم. خدایا این دختر در حقیقت مرا دیوانه میکند. تو فاتحه شده ای خیر، مگر فاتحه شده دیگر مرد رو این خیلی آغوش میکند. ای خدایا آخر خیشش باشه. وقتی گپ زدن مرا شناس نکرد. خیش همه تقویش باشد میلش، لیکن این خیلی نیست آخر. چی شدن؟ سرم ویران شد. در راه خود به خود گپ زده ایستادم. رفتیم. زود رفتن در کار که با نماز دیر میمونم. استپلی را بینه یک قوازی کلان شکاف میکنه. ای طرف میزنه ای طرف میبره. خو طرفش ما دیگین خطای لوند. بسم الله الرحمن الرحیم. لبای سردار از تعقیبات کارهای شفقت دیگون چیز برام سردارم خواطر نشوید. من از خفای آن کار هستم. خدا خواهد نصیب در روزهای نزدیک یگان معلومات پیدا میکنم. باید تستر کار کنیم لوند. باید تستر کار کنیم. سردارم خیلی چیکار کردید؟ با زاغ سیاه روبرو شدم اما او رو از دست دادم. سردارم چی گفتن تو رو میدونید؟ یعقوب بار شما هم زاغ سیاه گفته. خیر گفتم بچی. آخر شما فقط کلتکلس میگفتید. کلتکلس. یعقوب بار زاغ سیاه گفته. با فکرم شما هم فهمیدید که آنها آدمانی گوناگونند ها؟ همه چیز شدنش ممکن. از کلتکلس همه چیز رو انتظار شدن ممکن. مردنش هم ممکن، زنده بودنش هم. لیکن هم مرده و هم زنده بودن نمیتواند ها سردار؟ چه علاقه داره ده بچه؟ یعنی یک چیز در یک وقت دو چیزی گوناگون شده نمیتواند میگویم. یعنی اشین که یک اشیا کلتکلس است یا که ذوق سیاس میگویم. چه علاقه دارد؟ مگر هر دوش یک کس است. مرا دیوانه نکن. خیلی سردارم من هم همین رو میگویم. چه علاقه دارد؟ من رفته از قفای کوری شوکت شوم شاید یگان چیز به دست میارم. مالش دقت کن ولی خودت رو معلوم نکن. خاطر نشوید سردارم. در روی برای شما لوینت است. یک پاریسی پروفسیونال. وقتی که من کار میکنم از دهن بعضی سردار آب میریزد. فخر کردن رو بین. سرت بانکیت من. ای بفهم بیاب قادر چنان پریده میزنم که همه جا پر از تمن میشود. سردارم دویم گپی بلند پس بزنی. یک بار یگان گپی خوب بزنی که ما هوسمند شویم. این گپات از روی آدمگری نیست. زود از پس کارت شو. زود. خیلی بس ببینید. ای خدا کارمون به این دیوانه افتید. همش از پسی تو از کلتکلس از پسی تو. دومولو لبه سلام لطفاً مرا خطا نفهمید. من جوگی نیستم دومولو. استغفرالله اپا. لیکن کودکانم را در خانه محکم کرده اومدم. در خانه هم یگون خوراک نمانده از دومولو. چاره ای ندارم. بسیار شرم میکنم از گفتن این اما التماس به من کمک رسانید. التماس. مایلش اپا جان شما کم انتظار شوید من میآیم. بله جماعت گرامی امروزتان خوب شدنش ممکن اما پگاه چی می شود نمیدونیم. برای همین دلمون رو کشود گرفته خصیصی نکرده کمک رسانیم. فراموش نکنید که گندم کاری گندم جو کاری جو می دروی. هجری از آن همه که اینکدار هم گیر. مایلش استو دومولو ما دی ندادم. اما یک بار دادم گفته دویم بار نمیدی. آخر مجبوری نیست. دلت چقدره که خواهدم قدر برآورده ده. همین تر نرفت کن. دومولو مجبوری نیست میگویی بود. بله استاد کیسه اما که خلیل را هم کمم. نه لازم نیست هجری همینش کفایه است. بله جماعت من این کمک رو به صاحبش رسانم بعد آمده نمازمون رو میگذاریم. خدا شما راضی باشد دومولوهای خیر خواه. رحمت که کاری خیر کرده. حلالش باد به خدا حلالش باد.
مرحمت اباجون. این حال اینقدر. تشکری زیاد دوملا، خدا از شما راضی باشه. اگر دفعه دیگر باز بیاد با این حالتون یگون چرا میاندیش؟ مایلش دوملا، خدا از شما راضی باشه. از شما هم. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته‌های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخه همون گپت بپرس گپ زنه. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگون عروس چینی که زورا نکردم. آقای پلیس، کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفتم که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما ویران نکن. بپرس شایره چی تو؟ دست نگزنی میلی سرمی؟ یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دید میکنم که با آتلا زور بشه. سر ویران نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیلس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغ سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها، در آخر اشاره یافتم. چوکر نیستی؟ سردارم بینید زاغ سیاه رو دستید کردم. بینید با شما زاغ سیاه رو آوردم. سیب سیاه. بگم دلیل داری؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه بخدا دیگه سیاهترش نیفتم. دفشم بیعقل بیفهم. آقای پلیس، بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من او طرف هم میبینم. یکان سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کدام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگن. رفته در خونتون خواب کن. اولالا ماما میا. این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چه بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاک. خوراک‌های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیل خوراک‌ها هست اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پمیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی. بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمدهش مرا ناآرام ساخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چه چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورا فهمون. ای نفهمون. بیا در این باره گم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونی بعضا به پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد. این چه خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مفهوم استاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگون کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. ای بیامون اینا من در روی برویت خورده ایستادم کو. تو در اصل تیز رو دوست می داشتی خوردن نمیتوانستی ای رو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوام ده؟ اینها کو از قفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخر تو پنیر نمیخوردی که بعد به سر من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنم کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پرچه پنیر میگذاشت.
بعد چی شد؟ یک نانی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده باز یک گازه دیگر گرفت و گفت که دخترها این مزه‌اش به پنیر مانند است. صبح سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط را بریده وظیفه خانگی را سلیم کرده. تو بلوچه باش. اینا همین خیل شده اپا جان. بس است. بعد تمام روز همون خل صبح سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جانی موجودی. خانم عیب است خیر عیب میدونید این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان، اما زیا باید به مسجد میرفتن، از همین سبب وقت صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی بر این یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اماک اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم، با من صاحبی کرد، به وایه رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماک اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشتم. تو به همون هم همه وقت در داخل اویله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا داملا؟ با مسجد جناب نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمده داملا. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو را گسل کدم جان؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. مالش شب خوش. تا بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی داروخوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جو تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم، بعضی جایها رو فراموش کردیم و مانند دوره‌های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت برآمده استراحت کنید، تماشا کنید، مانند ما در خانه میشینید. البته سمی جان حالا تو جوانی زن نداری رفته استراحت کردن که اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی. به جایی های اولی جناب کشوده شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر. اگر پگاه شب تماشا برایم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم، بر وقت باید بیدار شوم. یعنی بازی رو غیرمون میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار به داملای زهرا پیسند ناید. تو هم التماس زهرا رو بفهم در این حالت. چرا پیسند ناید؟ این چه علاقه دارد ینگه؟ زیاد به این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دومولو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نه. نفهمیدم چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چه علاقه دارد؟ مادر چرا این خیل میگویی؟ دومولوزیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دومولو اجازت میگرفتی؟ یعنی با تو رو جنگ نکند که با این خیل جایی ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها انقدر با او پیسه نیست. تا کجا او خاموش میسته داخل. هر کس آخر تا جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان. پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب. سلام آقای پلیس. از اکم یگم خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به من نرسیده است. من در این جاها خانه کفته استودم، از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم.
یگان خبر اگر شد به مو خبر رسانید. اینطور باشه یک لیموچه دم کنید من اینجا میشینم. دلم زیخه نمیدونم چی کار کنم دلم زیخه. مایلشین رو میبینم. رحمت باز بیایید. استاد پیش از برآمدن یک سوال پرسم. هجری جان سراسیمم. استاد پاتینکای مرا دزدیدن. گوش کن هجری. چی؟ پاتینکات رو؟ استاد پاتینکا هم نیست. هجری نخود در خونه خدا پاتینکات رو دزدن. اما نمیدونم استاد. آغاز به این مدد کن یگون پاتینکایو باید گنجو باز کنک نخورد. هجری جان کمی دقت کردن در کار. عذر میپرسم استاد مرا ببخشید. پاتینکات کجا شدن اکا هجری؟ نمیدونم در همین جا مونده بودم. اون طرف رو بینیم. خدا از کسی که پاتینکاهای هجری رو دزدیده است راضی باشد. از یک سوال خلاص شده. استاد استاد انتظار شوید. سوال پرسیدنی بودم رفتید استاد. یا خدایا ای هجری مگر من میگریزم پگاه میپرسی سوالات رو پایلوش میدوی. سوالات بسیار مهم است. استاد روزی گذشته گفتم که سوال نپرسم به خدا تا سحر خوابم نبود بسیار خواطر شدم. بپرسه استاد جلوی تقدیر سوالی که از شما میپرسیدم به سرم اومد. پاتینکام رو دزدیدن. استاد کسی از مسجد پاتینکا دزدد دوزخی است؟ نه هجری تو عجایب انسانی. نویس اگر شرایط آن شخص وزنین باشد احتیاج داشته باشد یگان گناه نیست. اگر شرایطش خوب باشد این بسیار گناه وزنین است. او باید که در روی لای 1 ساعت راه گردد. در روی لای راه میگردد؟ تیز از اینجا رو خنکت میزند بیمار بشوی. من رفته یک بار دیگر کوبم پاتینکام رو استاد. خداوند این مشکل رو به سر هیچ کس نورد استاد. رو خدا روزی باشد استاد. سلامت باش. این پسر شوخی میکند یا گپی حق میزند با خدا که نفهمیدم. نمک لا باشه. بسیار غمگینم نمک. میبرایم. کجا میرویم؟ الو سلین در کجای چند ساعت شد که جستجو دارم؟ آی عذری زیاد میخواهم تلفنم رو به آواز مونده بودم و کارخانه قنادی شما آمدم. دلم کمی شیرینی خواست. لیکن آفرین سلین مگر از این قدر راه دور برای شیرینی به کارگاه رفتی؟ های چی کار کنم در این محله شما شیرینی های بسیار با لذت میکنند. مقبول شد. هر میل شکلن مرا گوش کن. ما با سمی و میلیس به مرکز دلخوشی رفته ایستادیم. بیا تو هم دلخوشی میکنی. مایلش عزیزم همین شیرینی ها رو گرفته میآیم. تیزتر بیا سلی جان باز دیر نکنی. مایلش زهرا جان شما را دید من لباسم را بس کرده میآیم. مایلش خیر. تا باز دید خیر خیر.
السلام خانم سلین، سیات هستید؟ خدایا چی خیلی تصادف. چی خانم سلین؟ یکون کاری بد است؟ تو کی از من دور میشوی؟ سلین جان با این گپ لیمیتی عادی رو در نظر دارد یا لیمیتی پلیس رو؟ دمت رو گیر. نه من یعنی شخصی هستم که هیچ وقت از پشت وظیفه هم کتگی نمی کنم. از همین سبب من پرسیدم. از من دور شو. نامیک این همان دختر نیست؟ همان است. خانم سلینه آیا خانه تا یکو از خوزگاری آمد یا که خریدار کم است؟ دوستانه یک مصلحت لیوین جمعی سلین برابر لوباف چی خیلی فهمیدی؟ گم شو از نزدم دیوانه. شب بخیر خانم. این چور چشم اگر ناراحتت کرده باشد گپ زن برداریمش. بچه چی خیلی گپ زنی های؟ بردار نکی که می بردار شگیرم می بردارم. فهمیدی برادر؟ فراموش نکی که رو پروی تو ملیته ایستاده با نام لیوینت. تو مرا تعظیم میکنی؟ ها؟ ای برادر این ای چیزا نروش میگوین. حاضر در دستات میزنم بعد احوالت میبینم. اکا با کارمند ارگان شوخی نکن. با این آهنک چی خود نمایی داری؟ آقا درست میگوید او مرا ناراحت کرده شده است. این آهن را به دستان خودت ببند و مرا از خودت نجات بده. این سرداری مافیا از تو دیده انسانی خوبتر با معرفت تر است. خانم من سردار مافیا نیستم، صاحب کارم. لطفاً خطا نفهمید، خواهش میکنم. تو چرا گپ رو نمیفهمی ها؟ چرا از قفای من میدوی؟ من از رنگ روی تو بیزارم. بینمید میلش سلین مادامی که این خیلی میخواه من دیگر از پشت شما نمیدوم. روی من تو از این پس جدا شد. بخدا لیوین تا پد بدید کرد. सच है कि दिल तो दुखा है हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों اگر خواهید تا مکان زیستتان برده میرسونیم. تشکر. من خودم ماشین دارم، خودم میرم. میلش شبهای خوش. जाने ही तो जिसका निशान कल हो ना हो हर पल यहाँ जी भर जियो صدقه عشق پاکی مکلد. خدا من کرد کرد. با این وزی دوست داری من میخیل میکنی سله. آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پفش کردی. روی همه عاشقاسی ها این رودشی لیمیقتی عاشقی. ای خانم سلین دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نوبت نمیرسم. برای بابایم هم بسیار خوب شد آمدن سمیه و بسیار خوشحال شد. ندانم. جانکم لبای جونم زهرا به تو درباره ذوق سیاه یکو چیز گفت؟ نه چرا؟ نه هم تو خواطر شدم. عجب ما هم با آنها به مرکز دلخوشی می رفتیم. خیلی خوب می شد. از روز اول سمی رو هم رنجوندیم. با همراهی تو که به وقت خوشگذرانی رفتیم. عزیزم بسیار ماندم. یعنی خوبشون که در خانه استیم. خیر نباشد من با تو یگان خوراک تیار کنم شاید گرسنه ماندی. نه این شب من خوراک میپزم. تو راست میگویی؟ اوه حالا بسیار چیز میشنوی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نه خود البته مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان. خیر نباشد تیار کنم بخوریم. شوهری عزیزم شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا شام بخیر دوملوزیو. شام بخیر. من در اصل نزد زهرا آمدم. دوملوزیو سمی عروست رو برد. برد چی منو دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشش خانم طول نجب و آقای سمی دکتر رو کجا برد؟ پسرم بسایی رو گشت بر آمدن هیچ کجا نرفتند؟
به فکرم به تو گفتن را فراموش کردم. شاید. اگر خواهی تو هم رو زهرا بسیار خرسند می شود. خیر مایلش، من شما را بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکاینی ناچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید. بای. همین ریش من هیچ نبرآمد. زهرا، تو دملازیو رو تلخ کف میکنی. ای کلا، در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده، مگر به تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا با حالت نگه. با من چی شده اجتاده است؟ حاضر دلم میکفد. الو خانم زهرا، شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دملا تا بازید. بای بای. دملازیو هم میآید. یک نمایشی عالی جناب. رقص ما را انتظار نگوی. زهرا، لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با داملا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن، خطا نفهم، تنها از خواتیری هم پرسیدم. سمی جان، اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی، در کائنات همه چیز برای پر کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر را پر میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این داملا به تو نشان داده است؟ چه علاقه داره سمی؟ بید این گپا رو مانیم به درون داریم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباست اما چه نیتونه؟ وحی من نکن سمی. وای من نمی کنم، لباس هایت بسیار زیبا، در بین همه دیگر خیلی تو. تشکر زیاد. و خدا راستش رو گویم وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مای دهک بودی. آنقدر هم نیست سمی. همین خیلی. دخترها مانند دوره های گذشته شدن خیلی اینها رو یک طرف نگذاریم و دمو میدیم. داملا هم آمد. اکنون همه پره شدیم. سیاه در اینجاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمده. دخترها یکون قصد از شویی می رود؟ نه جونم. زورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی، بسیار مونده شدم. زورا روز خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم کو تمامی مکتب ایران شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟ ملیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهرا. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کنه‌مان است. سمی، ملیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابایم ادوکات بود. بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی را سرپرستی میکرد. او را به خارج فرستاد. چه تمام عائله رو دست میدارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله‌تون نگاه بین کرده است، بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است ای بچه. این سمی مانند چقدر ارسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. من بتون اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری دارید؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم.
شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک درآمده یردم تیم، یگون لالی نوشته باشه، یگون کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردونم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من آدم اندک مندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهانه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی، فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. به من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسیز خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شب خوش. سیوال، چرا با این قدر ناحرمتانه رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ شما بسیار زیبا میرقصید. چرا با رقص نامده؟ با خدا امشب با فکر من خطر خواهش ندارم خانم خیلی نکنید. با زور و رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دامادا رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع ساده نمیتوانم. رفتیم توزه کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مایل جانم روید. داملا خوب که اومدید. میگویم که در سرمون داملا بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهر تنها میگذارم. سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا گویید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زور و انگشترین انداختن اینقدر آسان است. برای دامول و عموما تو چه حیله‌ای داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین. بخنده این دیگر یک به دهانش میزدم. دامولا نترسی، شربتی میوه است. پرگپ، به خدا پرگپ است. بسیار هم شبی زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خوب میکند. چه خیلی خوب کردن. این احمد در اینجا میماند. یک مشکلی دیگر. جانم، اگر خواهید تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خیلی خواب میبرد. زهرا کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان، از شنا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به حد شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه من آن دستت رو گرفته. ندام گوش میکنم. این چه خیلی ویدو. همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشه و داخل این چی رفت دارد. هنگام رفتن دست میبردارد. دوملو اویسته میشونه و داخل. شونه و شنیدن گیرد. بس بودگیز داخل. چقدرش رفت. سمیهش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونه ایم. دوملو استغفرالله. دوملو استغفرالله. ای برو نمیدونید مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله دوملو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن گیر. اگر من تو رو دارم. آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خدایش؟
گوش کن خانم زهرا، 100 بار گپ زدیم. من یک دامولا هستم، تو هم فاتح شده ای من هستی. ای این خیلی رفتار با تو نمیشه. اما دامولا او دوستی نزدیک من است. ای من کسم دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکنه؟ مگر من نمیدونم؟ دامولا مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمیکردیم کو؟ مناسبت نمیکردیم ها؟ یا اینکه شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیل رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر، تو فاتحه شده ای من هستی. این خیل هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دوستتری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو برفتار باید کمی دقت کن، این خیل نمیشود. چه خیل اون سمی به شرم با تو نظر کرد، با ما معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر، من مقصد جوانان رو میفهمم، میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم دامولا. آفرین. دامولا؟ لبای دامولا، من چی ها گفتن شما را تخمین کرده نمیتوانم، اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب می شود. یعنی تنها دوست نگوید؟ یعنی دوستمون، دوستی پیشینم، دوستی اویلوی من است. با شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت پت کن. وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل بی عقل، تو حتی جای خوک هم نداری، کلتکل است. ای برادر، در اصل این دختر با ذوق سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند. گرچنده که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای ذوق سیاه در ای تو رسید. ذوق سیاه؟ شما ذوق سیاه؟ خانم زهرا، خواب نبوده؟ ناراحت نکردم انشالله؟ خواب نبرد مرا، بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست، حقیقت در رو بروید. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خواب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا، امروز شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارید مگر؟ با من فهمانده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه، در مرکز دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما رو من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید، یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد، مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. ذوق سیاه، او بسیار آدم خوب است. با فکر ما رو دوست می‌دارید؟ نفهمیدم. این هم سوال است مگر؟ یگان شخص با آدمی که دوستش نمی‌دارد آیله دار می‌شود؟ نه، من او را دوست نمی‌دارم. این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او آیله دار می‌شوید خانم؟ چرا آن شخص رو با حسیات می‌آورید؟ من هیچ کس رو به حسیات نمی‌آورم. آخر او مرا دوست نمی‌دارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی آیله دار شود که در اطرافش است. چه؟ خودم را گم کردم. خودو بگیرم. خیلی مالش خونم، من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. من رو دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم، دامولا رو دوست دارید، آدم خوب میتابد، شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید، من همش رو به شما شرح میدیم. شبتان خوش. اوف، ذوق سیاه، نروید ایستید، نروید. ای به اینجا بیاید، رفتی. رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با ذوق سیاه عاشق است، اما حالا باشه زهرا رو با واسطه ذوق سیاه و دامولا زیاه عاشق کردن هم در کار. اما چه خیل
چرا ترسم؟ آخر من زوگسیو هستم که با یکان راه حل میکنیم. در کار شود نقاب را میکشم، کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار؟ یه دو از این جایی خود با خود گپ زدم. شپرکای شبانه کنی فهمونید شبتون چل گذشت؟ بسیار خوشحالی کردیم. هرچند دامولازی و کمی ناراحت شد. البته ناراحت می شده است. دامولای مسجد در اون خیل جای ها چیکار میکند آخر؟ ینگه او هم مثل انسان های دیگر نفس دارد. نمی گذارد که در باره شوهر شونده اش گپ زنید. سمی این شهر رو با فکرم بسیار یاد کرده ای؟ بسیار. حتی این کوچه در خوبم در آمده بود. من از این خاطر با اینجا آمدن را قرار دادم. پسرم زیبایی این کوچه هم نمانده است. در گذشته این کوچه بسیار زیبا بود. ملیس به فکرم امروز اونقدر کاری مهمی نداشتی ها؟ اگر خواهی او تو رو به سیر و گشت برد. ها هیچ مشکلی نیست. هوا خوب است. تو چی میگویی؟ البته می شود. البته اگر ما کار نمی داشتیم با تو می رفتیم. زهرا تو هم آمدن میخواهی؟ بابای ایشانش اجازت نمیده. چی شد جانم؟ شوخی دارم؟ نه حتی در این خانه شوخی هم کرده نمیتوانیم. هیچ کس شوخی رو نمیبردارد. شوخی هم یک جای دارد. آخر شوخی چی است؟ تو بسیار خوب میدانی. یک شوخی رو تکرار کرده ایستاده ای. اکنون بس است. تو با پدرت یگان گپ زده نمیتوانی کو. تو مرا در مقابل پدرت محافظت نمیکنی کو. آفرین بچه. چی میگویی تو؟ پدرم راست میگوید. همین خیل فروخ؟ وا. با فکرم زیا آمد. فریده؟ سلام. خوش اومدی. تو چی کار داری اینجا؟ خوش اومدی. خوش باشید. اشتهایتم خفه نشوید. شما رو ناراحت کردم. این دختر کیست؟ فریده دوستی مکتبی هم بابا جان. همین خیل. خوش آمدید دخترم. خوش باشید. نشیده خانم بینید مهمان آمد. به او یگان چیز بیارید. در اصل وقتی زیاد ندارم. زود مسئله رو بیم خوب می شود. من اینجا برای زهرا آمدم. برای من؟ بله. من در تلویزیون کار میکنم و میخواستم درباره عشق غیر عادی یک برنامه کنم و تو به سرم آمدی. اگر قبول کنی. انتخاب خوب کرده ای. عاشقانه زمانه. بله. من هم از این خاطر به اینجا آمدم. ملیس نقل کرده بود. به فکرم تنها شما آمده در حالی که موضوع درباره عشق غیر عادی بود. من باید تا پگاه این وظیفه رو تمام کنم. لطفاً با شوهر شونده‌تان به من کمک کنید. التماس رد نکنید. برای من مهم است. به سراغ بسیار هم درست آمدی دخترم. از اینها عشق بسیار هم غیر عادی و بزرگ است. زورا دخترم به مسجد روید. زیا را گرفته یک جایه شده کار دوستتان را حل کنید. روید. شوکت در کوچه ها نگرد. وضعیتمون اونقدر خوب نیست الله. برادر وقتی که تو این خیل میگویی یک باره غمگین شده با بیرون بر اومدن میخوام. در خونه دیلم تنگ میشود. تو معرکه با معرکه بگرد و من در خونه بشینم. مالشو برادر آخر لیدن در این جاها گشته ایستاده است. از یک طرف نمیک گوش کن. این نمیک یکم خوبی میکند به تو. اگم که نمیکه بیا دنبالو مرا خدسی اول نکاح کن. کار را برآورده به شکمت 2 بار میزنم بعد میبینی حالت رو. با خدا دینه که همین سیوال گند عصبو ما ویران کرد. دیگه نمیفوره بینیمش. تو رفتن گیر من کرگاه مرش. برای ما همشیرینای هم بیزور. در کوچه ها بسیار نگرد. و سلام. سلام علیکم. مرحبا دومالا. تشکر خانم. چیه دومالا؟ دوستتون شفقت شکایت کردنی نیست اما خانم سیوال چیزی باشد روشن نقل کنید. التماس با او فهمانید که نسبت من با دقتون رفتار کند. چی شد؟ یگان کاری خطا کرد؟ نه یگان کاری خطا نکرده است اما من با شخصی به مانند او نه مانند شما با یک شخصی با ایمان اویله برپا کردن میخواهم. میدونید نمیک به دلم زد. با ایمان ها؟ البته خانم سیوال راست میگوید. من با شوکت گپ میزنم. با جای او از شما بخشش میپرسم.
شما را خطا فهمیدید. شاید داملا یک دقیقه باش با یک چیز میارم. یا خدایا، این دختر چی عجایب دختر. داملا این برای شما. لطفاً کشوید. برای شما گفتم، برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید. برای همه‌اش تشکری زیاد. خانم سیول لازم نبود. هیچ گپ نه داملا. زمستان هم آمد، هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشه. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه وای خانم سیوال برای منتداری با من این رو خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما رو میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمون است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشته تان را چخل میفهمونید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد او را انتظاری. چخل؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه اما شخصی را که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک داملا اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان را ترک میکنید. ما اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر را حرمت میکنیم. مثلا به رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضیا پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. مالش. با یک کلمه عشقتان رو بیان کنید. آرزو صبر نی حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. بار اول عاشق شدنتان رو کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس میکردم. کمی شرمیدید؟ بسیار حسیات عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رسانده نمیتواند. یگان قوه. خودت را تماما به خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون رو ترک کردن، حیات او رو زنده میکنید. عشق این سوزنده است. اگر به کسی عاشق شوی که اون رو نمیشناسی. سلام علیکم بابی رج خوبی؟ مرا گفتی نمیک؟ او ترا گفتم. میگن که همه دملوزیاتون یا آدم فریبگاره رسته. تو چی ها میگویی؟ ادبی گپ نزایرد. این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دملوزی یا مرده که دیوس های. این گپ ها را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دملوز یا زورو از کو؟ یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو؟ اکه خلیل تو میدونی؟
зуро қади зоғи сиёҳ мегашта. رو تسیاه نکن امیر. گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را به گردن نگیر. албатта ки ҳақиқат талх аст мегӯянд. устодам боз нафаҳмад. мон буфаҳмаву домлогира бас кунад. я шармандагӣ изо мекашам ки дар ин маҳалла бигардам. یا خدایا. زهرا را برای دامولا من خواستگاری کردم. به یکدیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمکچه همیشه بدخواهی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند دیگر کار ندارد. به هر دویتان تشکر زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار، حتی زیادتر. تشکر زیاد. زهرا جان ما هم باید خیزیم. به کارخانه دیر کردیم. معلش عزیزم. بله من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ داملو رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه، همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده موندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد. گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش رو دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه رو زیارتی ناگهانه کنیم؟ میشود. چرا بیا میرویم. چی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش. شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمیکنم گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر دامولا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلیم دامولا زیاد به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است. هیچ عیان نمی کند. به خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش رو انتظار نبودم. به تو یک چیز رو گویم. اگر او این طور نقش بازی نمی کرد من کایها خودم رو بوی می دادم. ما آمدیم. خوش آمدید. چی خیلی است؟ بین ما دستی خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است. معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب میشود. رسمهایش عالی جناب بود. اوه شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است. معقول شد به خدا. اگر یگان کس آمده اینجا را بیند خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی به سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ او لباسی ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیا. این چه سورپریزی زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم موندن نمیتوانم متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانیم زهرا؟ البته با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم خفه نشوید. خانم زهرا شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. دامولا من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم اما شما با من باور نکرده ایستادید. دامولا این چه خیلی گپ. البته که باور دارم. این خیلی باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیلی نداره؟ اولین روز سیر و گشتمان میگوید. دامولا یک بار به قهوه خانه رفتیم. به قهوه نوشید. یک بار. اول اخرش همین است. گوش کنید این به من تعلق ندارد. این حیات شخصی شماست. اما چیزی که با من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میداند این را؟ عجبا. نه فهمو. همه میداند یک من نمیدانم. خانم لطفاً گوش کنید. لطفاً از سمی دور شوید. بخشش شما از سیول کی دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل دارد؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشته از گوید من هم دانم. داملو بیاید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش
از آن زاویه سیاه هم دور شدنتان رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنم در مسجد هم از زاویه سیاه و زهرا میگویم. آدم دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه می شود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟ گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید و با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته اتان رو گوش رویتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید فهمو؟ من شما را تحقیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ایچی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم. زمانی که کودک بودیم گفتم این رو گفتم. دنبالو گوش کنید. این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه را به همگان من نمیخواهم. من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید ببخشید. مایلش دنبالا هستید. طرز زندگیتون دیگر است میفهمم. اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول می شود. اون زن سیوه شده میتواند دیگر زن شده میتواند. نمیشود. چون که صاحب یگانه قلب من توی. لطفاً دنبالو بس کنید. موضوع رو میپوشیم. من از شما یک خواهش دارم. اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا گوش کنید. من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. سلام علیکم. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحبا. اما من نو تعیین شدم. با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است. یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او. خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم. شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر اونال گفت که یک خبر تاجیلی را به شوکت برسون تا او با کلتکلس بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنده؟ کودک بازی نکه شوکت. دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکلس نموده. کجا برم؟ بگو کنی بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکلس فهمیدن خواهد که خواهرش کیست مایده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود. چون که حجت در دست سردار اونال است. در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونال است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیل باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که با ما باور کند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چی معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه هم خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیک چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟
تسلیم نشوی بو ما در اینجا چیکار میکنیم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟ اون خودش رو با عقل فکر میکند اما با کالتکله شوخی کردنش رو با اون نشان میگیرم و خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار شوکت نقشه عادتی کلاس همین است. بوجت دیوونه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاهمو در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شахمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر رونالد در این حال باشد گروهش را جمع کرده با آنها صحبت دارد. رفته تسلیم نشدن من رو میدانسته است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود. اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها رو میدوزم. از همین سبب شوکت حجت ها رو در شعبه پلیس نه احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو رو در شعبه انتظارم تو به خانه در اومده حجت رو گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ چیکار چی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید. من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس بیا اکنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او رو یک بار بعدم افتونده بودید که او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک مندک نیسته که سردار. چی میگویی آدم احمق؟ او عقل دارد و ما نداره. اینطور نگوی سردارم، عقل شما رو برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت رو تخمین کردنش ممکن. گوش کنید، بسیار هوشیار باشید. فهمو؟ خطا نکنید نمیبخشم. هوشیار باشید. روید از پس کارتون شوید. بریم بچو. سردارم آخران سوالم رو پرسم. پرس. اما وعده دید که غضبناک نمیشوید. اوف لبین نمیشوم. پرس. سردارم به فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم داریم شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. با فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لبین اوف پیش درو به خانه میروم. در رو کشم. رفته. جواب ده حالش جواب ده. عزیزم ها حاله حاضر تمامی در و تریزه ها را محکم کن. اون حال چه شده است و دست مرا ترساندی؟ عزیزم یگان جای ترسش نیست. من کمی پس در خانه می شوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفاً. مایلش با دقت باش در نهایی که در هراس افتیدم.
ягон чизи бад нашавада. Унал ҷавоб де. лабай. алло, унал дар хона касе ҳаст. бисёр тарсида истодам. дар коридор вале ором бош. майлаш, аз хона зуд баро. зуд баро. ман зуд меоям. майлаш, майлаш. اونال چی شده ایستاداست؟ جانم در همینجا انتظار اونال چی شده ایستاداست؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتم لبنت. آی. خواهرم